وقتی همه چیز دیر میرسد، وقتی دعاهایت بی پاسخ مانده‌اند، وقتی انگار صدای قلبت در میان هزاران فریاد دنیا گم شده و وقتی اشکهایت تنها همراه شبهای بی پناهت شده اند، یادت باشد سکوت خدا به معنای نشنیدن نیست. خدا گاهی صبر می کند، نه برای اینکه تو را فراموش کرده باشد، بلکه چون می خواهد تو را آماده کند برای معجزه‌ای بزرگتر از آنچه تصورش را می کنی. گاهی خدا تو را در تاریکی نگاه می دارد، نه برای اینکه نور را از تو دریغ کند، بلکه چون می خواهد در تو نوری بتابد که از درونت آغاز می شود، نوری که با هیچ طلوعی در این جهان برابر نیست. تو شاید خسته‌ای، شاید شک کرده‌ای، اما معجزه همیشه جایی پشت پرده صبر در حال شکل گیری است. با آن لحظه‌ای که همه چیز را تمام شده میپنداری، لحظه‌ای است که خدا تازه آغاز میکند. به تأخیرهای خدا ایمان بیاور، چون دقیق ترین زمان بندی فقط از او برمی آید. او دیر نمی کند، بلکه در زمانی می رسد که بیشترین اثر را داشته باشد. بعضی درها باز نمی شوند، چون هنوز پای رفتن نداری. بعضی مسیرها تارند، چون هنوز آمادگی دیدن مقصد را نداری. و بعضی دعاها دیر اجابت می شوند، چون رشد تو مهمتر از خواسته توست. آرام باش، خدا مشغول کار است. حتی وقتی هیچ نشانه‌ای نمی‌بینی، او در حال نوشتن فصلی از زندگی توست که نامش معجزه است. و روزی خواهد رسید که برمیگردی و به تمام آن روزهای سخت نگاه میکنی و با لبخند میگویی خدایا شکرت که دیر آمدی، اما درست به موقع رسیدی. ما فرانا هستیم.